أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب کرامات الاولیاء و فضلهم، یعنی باب در مسئله کرامات اولیاء و فضیلت اولیاء. پس ما و شما از این باب دو درس گرفتیم و درس امروزه امان از حدیث 1503 این کتاب ریاض الصالحین شروع می شود. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1503 کتاب ریاض الصالحینش می گوید وعن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند لقد كان فيما قبلكم من الامم ناس محدثون، واقعا میگه بود فیما قبلکم من الامم، یعنی که در امتهای پیش از شما ناس محدثون، یعنی مردمی که الهام برایشان نازل میشد. یعنی در امتان پیشین بعض کسانی بودند که براشان الهام نازل میشد. فَإِن یَکُ فی امتی احد، پس اگر که باشد در امت من کسی که برایش الهام نازل شود، فَإِنَّهُ عمر، پس هر آینه میگد اون کس حضرت عمر رضی الله عنه می باشد. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث کرامات و بزرگی حضرت عمر رضی الله عنه را بیان میکند که چطوره که امتهای پیشین در بینشان کسانی بودند که براشان الهام نازل میشد، همچنین اگر در امت ما هم الهام نازل شود با حضرت عمر رضی الله عنه نازل می شود. الهام یعنی که فهمیش و علم درست، این را میگویند الهام الله جل جلاله، که هر چیزی که میگوید گفتهش درست میبراید. رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری روایت کرده است و رواه مسلم من روایت عایشه رضی الله عنها، و همچنین امام مسلم هم این حدیث را روایت میکند، اما راوی حدیث در امام مسلم حضرت عایشه رضی الله عنها می باشد. و فی روایتهما، و در روایت هر دینها آمدگی است که قال ابن وهب، ابن وهب گفته است که محدثون ای ملهمون، محدثون هستند یعنی که الهام برایشان نازل می شود. این بود حدیث 1503 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1504 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1504 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن جابر ابن سمره رضی الله عنهما قال، یعنی که از جابر ابن سمره رضی الله عنهما روایت است که گفت شکا اهل الکوفه سعدا، یعنی شکایت بردن اهل کوفه از سعد، یعنی که سعد یکی از مبشران عشره به جنت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سعد را بشارت به جنت دادگی بود، و سعد کسی بود که دعاهاش مقبول بود، هر دعای میکرد دعاش قبول میشد. پس اهل کوفه، یعنی که سعد والی اهل کوفه بود، پس اهل کوفه از نام سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه شکایت کردند. میگه یعنی ابن ابی وقاص، یعنی که سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه الى عمر ابن الخطاب رضی الله عنه، یعنی شکایت آوردن نزد حضرت عمر رضی الله عنه خلیفه مسلمانان از والی
کوفه، اهل کوفه شکایت بردن. فعزله، پس میگه حضرت عمر رضی الله عنه سعد را از والی کوفه برکنارش کرد، از وظیفه بیکارش کرد. و استعمل علیهم عمارا، و در جای حضرت سعد عمار را وظیفه دادن، یعنی والی کوفه حضرت عمار را گرداندن. فشکوا حتی ذکروا انه لا یحسن یصلی، پس شکایت کردن میگه اهل کوفه، حتی در شکایت چون ذکر کردن که انه لا یحسن یصلی، گفتن هر آینه سعد لا یحسن یصلی یعنی خوب نماز نمیخواند. یعنی اهل کوفه از حضرت سعد شکایت، سعد ابن وقاص یکی از عشره مبشره به جنت که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در زنده بودنش بشارت به جنت دادگیش بود، اهل کوفه از این شخصیت شکایت آوردن که این انسان نماز را خوب نمیخواند. فارسل الیه فقال یا ابا اسحاق، پس فرستاد میگه حضرت عمر رضی الله عنه نزد سعد، پس گفت یا ابو اسحاق، ای ابو اسحاق، یعنی سعد را کنیاش ابو اسحاق که بود، گفت ای ابو اسحاق ان هؤلاء یزعمون انک لا تحسن تصلی، گفتن هر آینه این مردم کوفه گمان میکنن که، ادعا میکنن که تو خوب نماز نمیخوانی، نماز را خوب ادا نمیکنی. فقال اما انا والله، پس میگه حضرت سعد فرمودن که اما انا والله، اما من گفت قسم به الله، فانی كنت اصلی بهم صلاة رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت من میخوندم با آنها نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم را. یعنی که این شخص کسی بود که با پیغمبر بود، کسی بود که پیغمبر بشارت به جنت دادگیش بود. گفت من عینا نماز رسول الله میخوانم با مردم کوفه. لا اخرم عنها، یعنی نقص و کمبودی در نمازم نمی آورم، در نماز همون طوری که رسول الله میخوان گفت من به مثل همون میخونم. لا اخرمو یعنی نقص و کمبودی در نماز نمی آورم. اصلی صلاة العشائی، مثلا گفت میخونم نماز خفتن را. شاید این مردم کوفه از نماز خفتن خواندنی حضرت سعد شکایت برده بود که حضرت سعد تقدیم کرد نماز خفتن را چی طور میخواند. گفت اصلی صلاة العشائی، گفت نماز خفتن را میخوانم. فارکض فی الاولیین، پس گفت طولانی میکنم در دو تای اولم، در دو تای اولی نماز خفتن طولانی میخوانم. و اخف فی الاخریین، و سبوک میگیرم در دو رکعتی اخیرش، یعنی در سیوم چهارم رکعت سبوکتر میخوانم. یکم دویم رکعت رو طولانی میخوانم نماز خفتن را، اما دویم و سیوم رو گفت، سیوم و چهارم رو گفت سبوکتر میگیرم. قال ذلك الظن بك یا ابا اسحاق، پس حضرت عمر رضی الله عنه گفت که گمان ما هم به تو همین است ای ابو اسحاق، ای ابو اسحاق، ای سعد، گمان ما هم به تو همین است که تو نماز را درست و سالم میخوانی. و ارسل معه رجلا او رجالا الى الكوفه، پس فرستاد همراه سعد مرد را یا مردهای را یا چند نفر را الى الكوفه، به طرف کوفه. یسأل عنه اهل الكوفه، میپرسیدن درباره سعد اهل کوفه را. اهل کوفه را یعنی که مفتش های روان کرد حضرت عمر رضی الله عنه تا اینکه بروند ببینن این شکایتی کرده اهل کوفه آیا واقعیت دارد یا ندارد. چند نفر را میگن مفتش همچون تحقیقگر روان کردن به کوفه. فلم یدع مسجدا الا سأل عنه، و ترک نکردن این نمایندگان مسجد را مگر اینکه پرسیدن درباره حضرت سعد. هر مسجد می در آمدن و مردم مسجد را درباره سعد پرسان می شدن. و یثنون معروفا، و یاد می کردن نیکی های حضرت سعد را. این هر جایی که می رفتن
از حضرت سعد پرسان می شدن، نیکی های سعد را مردم تعریف می کردند و یاد می کردند. حتی دخل مسجدا لبنی عبسین، تا اینکه میگه در آمدن به مسجدی که آن مسجد قبیله عبس بود، بنی عبس. در اون مسجد میگه در آمدن. فقام رجل منهم، پس خیست میگه مرد از بین اونها، یقال له اسامه بن قتاده. آن مرد در همین مسجد بنی عبس مردی بود میگه با نام اسامه ابن قتاده. اسامه بن قتاده. همین مردک میگه از جاش خیست. یکنا ابا سعدته، یعنی که کنیه این مرد، یعنی اسامه ابن قتاده را میگه کنیهش ابا سعده بود. فقال، پس همین گفت، همین ابا سعده، همین مردی که در این مسجد بنی عبس وقتی که خیست میگه گفت اما اذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية. گفتن که اذا نشدتنا، گفت هنگامی که شما نظر ما را پرسیدید، میخواهید که ما چیزی بگوییم، فإن سعدا، پس هر آینه گفت سعد، كان لا يسير بالسرية، گفت حاضر نمی شود، یعنی نمی براید همراه لشکر. یعنی که این مرد، همین اسامه ابن قتاده، شکایت کرد نزد این نمایندگان که سعد گفت در با لشکری مسلمانان به جهاد گفت نمی براید، حاضر نمی شود. ولا یقسم بالسویه، و گفت همچنین غنیمتی را که میگیریم اون را مساوی و برابر و عادلانه تقسیم نمی کند. این دویم شکایت. ولا یعدل فی القضیه، گفت سعد در قضاوتش، در داوریش عدل نمی کند، حکمی را که می کند عدل نمی کند. ببینید 3 شکایت کرد این مرد اسامه ابن قتاده از نام سعد. 3 شکایت کرد. یکم گفت در جهاد با لشکر نمی براید، دوم غنیمت را که می آورند برابر تقسیم نمی کند، سیوم حکم و قضاوت داوری که می کند در حکمش، در قضاوتش، در آن داوریش عدل نمی کند. 3 شکایت کرد. قال سعد گفت، سعدم در اونجا بود، گفت که اما والله لادعون بثلاث، اما گفت قسم به الله دعا میکنم به 3 چیز. 3 تهمتم کردی، به 3 چیز گفت منم دعا میکنم. اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا، حضرت سعد دعا کرد، دعای سعد قبول میشد. گفت ای بار الها، اگر که این بنده ای تو دروغگو باشد، یعنی که اگر که دروغ گفته ایستاده باشد، قام ریاء و سمعتا، از جایش خیسته است از روی ریاکاری و از روی شهرت و سمعه و مردم تعریفش بکنند، نام ببرارد، و برای همین که خیسته است از جایش، فاطل عمره، یکم گفت ای الله عمرش طولانی بگردان همین مردی تهمت میکردگی را. و آتل فقره، همچنین ای الله دوامدار بگردان فقر و ناداری و کمبغلیش، یعنی کمبغلش بگردان ای الله جل جلاله. ببین یکم گفت عمری طولانیش بته، دویم فقیر و کمبغلی بردوامش بگردان. و عرضه للفتنی، و حضرت سعد دعا کرد که ای الله روبرو کن این مرد را به فتنه ها، این اسامه ابن قتاده را به فتنه ها روبرویش بکن. حضرت سعد رضی الله عنه این دعا را در حق این مرد کرد. این مرد اصلا تهمتش کرده بود. حضرت سعد ببین یکی از مبشرین به جنت، یعنی از کسانی که در زندگیش پیغمبر بشارت به جنتش دادگی بود، و یکی از کسانی که دعاش مقبول، دعا که میکرد دعاش قبول میشد. پس این طور انسان در حق این مرد دعا کرد، عمر طولانی، فقر ناداری بردوام و روبرو شدن به فتنه ها. الله اکبر. و کان بعد ذلك اذا سئل یقول، و بگه بعد از این بود هنگامی که پرسیده میشد همین موسفید، وقتی که میپرسیدنش موسفید تو کی هستی، میگو شیخ کبیر مفتون، میگو موسفیدی کلانسالی در فتنه افتاده. این موسفید دیگه خودش درک کرده بود، زنو که تهمت کرده بود.
میگفت که اصابتنی دعوت سعد، گفت رسیده است به من دعای سعد. گفت دعای سعد مرا گرفته است، زنو که حضرت سعد را تهمت کرده بود این اسامه ابن قتاده. قال عبدالملک ابن عمیر الراوی عن جابر ابن سمرة، یعنی که عبدالملک ابن عمیر راوی این حدیث از جابر ابن سموره روایت کرده، میگوید که فانا رأیته بعدو، میگه پس من دیدم زمان همین مرد رو، همین اسامه ابن قتاده رو، قد سقط حاجباه على عینیه من الكبر، میگه واقعا افتاده بود ابروهایش در بالای چشمانش از پیریش، یعنی قاش ابروش میگه در بالای چشمش افتیده بود از پیرانسالی را، یعنی چنان پیرشیده بود که این قاش ابرویش میگه در بالای چشمش کشال شده بود. و انه لیتعرض للجواری فی الطرق فیغمزهن. الله اکبر. این مرد در فتنه زنها گرفتارش کرد الله سبحانه و تعالی. میگه و انه لیتعرض، و هر آینه میگه همین موی سفید با همین پیرانسالی که ابرویش در بالای چشمش خنبیدگی که بود، کشال شدگی بود، میگه یتعرض للجواری، یعنی که مزاحمت ایجاد میکرد دخترها را، یعنی دخترها را غم میداد، دخترها را با همین پیرانسالیش فی طرق در راه ها میرفت، دخترها را میدید، دخترها را گپ میداد، دخترها را مزاحمت ایجاد میکرد و گپ میپرتافت به طرف دخترها. فیغمزهن، حتی این موی سفید در چنان فتنه گرفتار شده بود که میگه فیغمزهن، حتی طرف این دخترکان و دخترها را که در راه ها میدید میگه چشمک میزد با همون ابروی در بالای چشمش خم زده، با همین پیرانسالیش میگه چشمک به طرف دخترها میزد. این حدیث متفق علیه است. پس حضرت سعد را دعاش قبول شد، یعنی که این مرد سعد ابن ابی وقاص را تهمت زدگی بود و تهمت کرد با 3 تهمت، و سعد هم دعا کرد در حقش، دعاش مقبول شد. اما در مسئله اینه که سعد یکی از مبشرین به جنت بود، والی که بود، از بالای این شکایت شد. هر والی حتما دشمن دارد، هر کسی که باشد حتما دشمن دارد. ابن وردی یک قصیده دارد با نام لامیه. ابن وردی در کتاب لامیهش، در قصیده لامیهش بسیار زیبا میگوید که اعتزل ذکر الاغانی والغزل، میگه کنارگیری کن از ترانه سرایی و از غزل خانی. ای انسان، از ترانه و بیت خانی و از غزل خانی میگه کنارگیری کن. و قل الفصل و جانب من هزل، و سخن درست بگو و دور باش از هزل و شوخی و از بیهودگویی. و دعی ذکر لایام الصبا، میگوید که و دعی یعنی ترک بکن تو ای انسان، بگذار تو ای انسان از ذکر لایام الصبا، یعنی که خاطراتی را که در دوران جوانی داشتی، اون خاطرات دور جوانی تو میگه ترک بکن. فللایام الصبا نجم افل، پس میگه روزهای اون جوانی نجمون یک ستاره بود که افل اون دیگر غروب کردگی است، اون ستاره جوانی غروب کردگی است. میگه پس در دوام شعرش، این شعر بسیار شعر طولانی است، بسیار زیبا است. بعد میگوید که ان نصف الناس اعداء لمن ولی الاحکام هذا ان عدل. الله اکبر. این ابن وردی میگوید ان نصف الناس اعداء، هر آینه میگن نیمی مردم دشمن میگردند، لمن ولی الاحکام، برای کسی که والی میشود. وقتی که بالای قدرت رفتی، پس بدون که نیمی اون مردمی که در زیر دستت است دشمنی تو میگردن. کی هذا این عدل، اگر میگه عدل کردی. الله اکبر. حتی ببین، حتی عدلم بکنی نیمی مردم دشمنت میگردد، اگر عدل نکنی چی؟ از نیم دم زیادتر. پس چی قدر زیاد دشمنت میگردن.
یعنی که انسان وقتی که والی می شود میخواهد نمیخواهد دشمن پیدا میکند. وقتی انسان وظیفه میگیرد میخواهد نمیخواهد دشمن پیدا میکند. اگر عدل بکند نصف مردم دشمنش است، اگر عدل نکند تصور که چقدر مردم دشمن این انسان میگردند. پس این دشمنی از زمانش بود تا قیامت می رود. پس یگان در سری منصب بوده و رئیس و در سری وظیفه بوده فکر نکند که همه مردم آن را دوست می‌دارند. سعد را که مبشرین و جنت بود، که سعد که دعاش مقبول میشد، بالای مردم کوفه وقتی که ولی بود مردم تهمتش کردند، دوستش نمی داشتن. بگم این مرد که دوستش نداشت یا تهمت در حقش کرد به هر سببی که باشد. پس تو ای انسانی که گناهگار و عاصی هستی، کسی تو را به بشارت به جنت دادگی نیست، وای به حال تو که تو را چقدر تهمت بزنند و چقدر در حقت ناسزایی و چقدر دشمن پیدا بکنی. پس دشمنی برای رئیس و برای کسی بالای منصب هست از بین قومش همیشه وجود دارد. پس این تا قیامت باقی میماند. پس این بود حدیث 1504 کتاب ریاض الصالحین. در این حدیث همچنین بیان کرد، در این حدیث بیان می شود حضرت سعد را کراماتش، که حضرت سعد چی کرامات داده بودش الله سبحانه و تعالی که دعاش قبول می شد و دعا کرد در حق این مرد گرفتار شد با اون چیزی که سعد در حقش گفته بود. بعد از این حدیث 1505 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1505 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: و عن عروة بن زبیر عن سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی الله عنه، میگوید از عروه بن زبیر رضی الله عنه هر آینه روایت است که هر آینه سعید بن زبیر بن عمرو بن نفیل رضی الله عنه خاصمته اروى بنت اوس الى مروان بن الحکمی، میگه دعوا برداشت اروا دختر اوس به مروان ابن حکم از نام این سعد ابن زید. میگه شکایت بردند نزد مروان ابن حکم و ادعت انه اخذ شیئا من ارضها. این زن یعنی اروا دختر اوس ادعا کرد که همین سعد گرفته است چیزی از زمینی این اروا را، زمینش را گرفته است. گفته بالای این بزرگوار دعوا برد. فقال سعید، پس سعید گفت، بالای سعید دعوا که برد، پس سعید گفت که انا كنت آخذ من ارضها شیئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت من صاحب می شوم از زمین چیزی را بعد از اونه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم. اینه که بناحق زمین یک کس را صاحب شدن چی قدر گناه دارد. آیا گفت من صاحب می شوم زمین کسی را که از رسول الله شنیدم؟ قال ماذا سمعت من رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس پرسان شدن که از رسول الله چی شنیدی تو؟ قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که میگفت من اخذ شبرا من الارض ظلما، یعنی هر کسی که بگیرد یک وجب زمین یک کسی دیگر را بناحق ظلما زمین کسی را صاحب شود، طوقه الى 7 اراضین، یعنی پیچانده می شود به گردن اون انسان 7 طبقه زمین. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه هر کسی که یک انسان را وقتی زمینش را صاحب می شود 7 طبقه زمین به گردن این انسان پیچانده می شود، طوقه پیچانده می شود به گردن این ظالم 7 طبقه زمین، فقط یک طبقه نه، 7 طبقه زمین به گردنش پیچانده می شود. فقال له مروان، پس مروان سعید را گفت لا اسألك بینة بعد هذا، گفت من از تو یگان شاهد و دلیل دیگر نمیخواهم بعد از این سخنت. فقال سعید، پس سعید گفت
اللهم این کانت کاذبتا، گفت ای بار الها اگر که این دروغگو باشد، فاعمی بصرها، همین زن، این زن اگر دروغگو باشد، گفت فاعمی بصرها، ای بار الها کور بگردان چشم این زن را. یعنی تهمتش کرده بود در حق سعید. پس سعید دعا کرد که اگر که دروغگو باشد ای الله، پس این زن را چشمش را کور بگردان. وقتلها فی ارضها، و گفت بکش این زن را ای الله در زمینش. قال فماتت، راوی حدیث میگه که فما ماتت حتی ذهب بصرها، پس میگه این زن نمرد مگر اینکه چشمانش کور شد. دعای سعید گرفتش، یعنی چشمانش کور شد. و بینما هی تمشی فی ارضها، و زمانی که میگه این زن در خانه خود، در زمین خودش میرفت، اذ وقعت فی حفرة فماتت، ناگهان میگه افتی در چقوری میگه افتید و پس وفات کرد. در حولیش میگه وفات کرد. این حدیث متفق علیه است. پس دعای سعید این زن را گرفت که این زن هم چشماش کور شد، هم این زن در حولی خودش وفات کرد، در همون زمین خودش وفات کرد. و فی روایت لمسلمین، و در یک روایت در مسلم آمدگی است که المحمد ابن زید ابن عبدالله ابن عمر بمعناه، یعنی که از محمد ابن زید ابن عبدالله ابن عمر به همین معنا روایت میکند. و انه رآها، هر آینه وی میگه، لیکن محمد ابن زید ابن عبدالله میگه دیده است همین زن را، عمیاء، در حالی که کور بود. این زن را میگه دیدش کور بود. تلتمس الجدور، این زن میگه دست میکشید بر دیوارها، یعنی وقتی که انسان کور وقتی راه میرفت دیوارها را قپیده میگه راه میرفت. تقولو، میگه همین زن میگفت که اصابتنی دعوت سعید، میگفت مرا گرفته است دعای سعید، رسیده است به من، میگفت دعای سعید. یعنی که زنم در حق سعید تهمت کردگی که بود، میگفت که دعای سعید ابن زید من را گرفته است. و انها مرت علی بئر، و هر آنه میگه همین زن گذشت به بالای چاه، فی الدار التي خاصمته فیها، در همون حولیه که، در همون خانه که خاصمته فیها، یعنی که دعوا برداشتگی بود درباره ان همون زمین، میگه در همون زمین میگه چاه بود، با بالای چاه، با نزد چاه که میگه میگذشت، فوقعت فیها، همین زن میگه در همون چاه افتید. فکانت قبرها، پس ان همون چاه میگه قبر این زن گشت، یعنی که در اون چاه که افتید میگه دیگه نه برآوردنش، بلکه اون چاه رو میگه محکم کردن، بالاش پوشاندن. همون چاه میگه جایی و مکانی قبر این زن گشت. میگه الله اکبر. ببینید دعای سعید ابن زبیر همچنین قبول شد. دعای سعید همچنین میگه قبول شد و این انسان گرفتار شد. با سعید ابن زید در دعاش میگه قبول شد و این انسان گرفتار شد به همون دو دعایی که سعید کرده بود. پس این هم کرامات این بزرگوار بود که، و بزرگی این بزرگوار بود که الله سبحانه و تعالی دعاش قبول کرد و این را گرفتار گردانید با دعای این بزرگوار. این بود حدیث 1505 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1506 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1506 کتاب ریاض الصالحین میگوید: و عن جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما قال، یعنی که از جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که گفت: لما حضرت احد دعانی ابی من اللیل فقال، و زمانی که میگه واقعه احد میگه فرا رسید، حضرت احد یعنی که واقعه که در احد گذشته بود، میگه اون فرا که رسید، دعانی ابی میگه پدر من رو فریاد کرد، من اللیل فقال، یعنی در همون شب که فردایش واقعه احد فرا میرسید، میگه همون شب میگه پدرم فریاد کرد و پس گفت، میگه ما اورانی الا مقتولا فی اولی من یقتل
من اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم. گفت ما او رانی، یعنی گمان نمی کنم مگر اینکه من کشته می شوم فی اول من یقتلوا، یعنی در نخستین، همراه نخستین کسانی که کشته می شوند از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این بزرگوار میگه گفت من از جمله همون نخستین کسان می باشم که کشته می شوم در این جنگ، در واقعه احد. و اینی لا اترک بعد اعز علی منک غیر نفس رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفت هر آینه من ترک نمی کنم بعد از خودم اعز علی، یعنی عزیزتر باشد برای من از تو دیده غیر رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من از تو بالاتر است، اما تو فرزندی من هستی، تو هم برای من عزیز هستی، اما نه به اندازه رسول الله صلی الله علیه و سلم. و گفت که و این علی دینا فقدی، گفت هر آینه من قرض دارم، گفت پس قرض من را ادا بکن. فإن علی دینا، پس هر آینه گفت من قرض دارم، قرض من را ادا بکن. و استوصی باخواتک خیرا، و میگه گفت که و استوصی یعنی تو را وصیت میکنم که با خواهرهایت خوشرفتار باش. خواهرهایی که خرد و میدعکی که داری با اونها گفت خوشرفتاری بکن. فاصبحنا، پس زمان میگه صبح فرا رسید، شب را روز کردیم. فکان اول قتیل، پس میگه بود پدرم اولین کشته شده ها در جنگ احد، اولین کشته شده ها پدرم بود. میگه و دفنت معه آخر فی قبره، یعنی در این جنگ احد تقریبا 70 نفر کشته شدگی که بود، یعنی که مقتول ها، کشته شده ها خیلی زیاد که بودن. پس میگوید همراه پدرم میگه مردی دیگری را، یک کشته شده دیگری را میگه در قبر گراندیم، در یک قبر میگه همراه پدرم میگه کسی دیگر را هم گراندیم. ثم لم تطب نفسی، پس میگه خوش نشد نفسم، میگه راضی نشد میگه نفسم ان اترک مع آخره، که پدرم را در یک قبر با کسی دیگر گور کنم، یعنی که پدرم را با کسی دیگر در یک قبر بگذارم. در این میگه نفسم راضی نشد. فاستخرجته بعد 6 اشهر، بعد 6 ماه میگه رفتم پدرم را از قبر برآوردم. فاذا هو کیوم وضعته غیر اذنه، پس ناگهان میگه دیدم که پدرم به مثل همون روزی که در قبر گذاشته بودیم به مثل همون است. غیر اذنه، غیر گوشش، غیر یک گوشش، که یک گوشش میگه غیر یک گوشش باقی مانده چی طوری که بود، میگه بعد از 6 ماه انا همون طور میگه در قبر باقی ماندگی بود. میگه فجعلته فی قبر علی حدتین، پس میگه گذاشتم پدرم را در قبر جداگانه، در یک قبر جداگانه میگه پدرم را باز گور کردم. یعنی که در یک قبر میگه 2 کس گور کردگی که بودیم، دلم طاقت نگرفت، راضی که نشد، میگه ما رفتیم، میگوید پس پدرم رو میگه از اونجا برآوردم، از اون قبر برآوردم و جداگانه دفنش کردم در قبر جدا. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی هست. این بود حدیث 1506 کتاب ریاض الصالحین. و این حضرت جابر رضی الله عنه بعد از وفات پدرش که در غزوه احد کشته شد پدرش، و این قصه که بیان کردیم، بعد از این میگه این زن گرفت، یک بیوه زن را گرفت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسان شد که افلا تزوجت بکرا تلاعبک و تلاعبها، پس میگه گفت که آیا ای جابر تو یک دختر را نگرفتی تا اینکه بازی بکند با تو، تو با آن بازی بکنی؟ یعنی که بچه یاش که بود، گفت که یک دختر را نگرفتی که تا اینکه با تو بازی کند و تو با آن بازی بکنی؟ حضرت جابر رضی الله عنه گفت به خاطر خواهرهایم که خرد هستند، احتیاج به نگاه بین دارد،
پس این بیوزن رو گرفتم تا اینکه در حق خواهرهایم خدمت بکنند. الله اکبر. ببین که این بزرگوار وصیت پدرش را برای نگاه و بین کردن خواهرهایش چقدر رعایت کرد و الله سبحانه و تعالی براش رحمت و مغفرتش بکند. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1506 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1507 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1507 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: و عن انس رضی الله عنه، یعنی از انس رضی الله عنه روایت است که ان رجلین من اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم، هر آینه میگه دو مرد از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اصحاب نبی صلی الله علیه و سلم، خرج من عند نبی صلی الله علیه و سلم، یعنی بر آمدن از نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. یعنی حضرت انس رضی الله عنه میگوید دو مرد از یاران پیغمبر صلی الله علیه و سلم از نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر آمدن فی لیلة مظلمة، در یک شب تاریک، میگه در شب تاریک میگه از نزد پیغمبر بر آمدن. و معهما مثل المصباحین بین ایدیهما، و همراه این دو مرد میگه مانندی دو نور چراغ میگه پیش و پیششان بود. این دو مرد میگه از یاران رسول الله میگه وقتی که از نزد پیغمبر که بر آمدن، دو نور مانند چراغ میگه پیش و پیش این دو مرد میرفت، یعنی پیش پای اونها را روشنی میکرد که در اون زمان نه سوید بود و نه برق و نه این چیزهایی که امروز اینقدر فراوان و زیاد هستن، چیزهای روشن میدادگی. اون زمان این چیزهایی که نبود، میگه دو چیزی به مثل چراغ میگه پیش پای این دو بزرگوار را میگه روشنی میکردن. فلم افترقا، پس وقتی که اینها از یکدیگر جدا شدن، وقتی که راه یک جای میرفتن، دو چراغ پیش پیششان بود میگه، وقتی جدا شدن میگه از یکدیگر، هر که به خانه خودش که رفت میگه صار مع کل واحد منهما واحد، پس میگه همراهی هر یکی از اینها یکی از اون نورها جدا شد. میگه این نورها یک توش، یعنی دو نور که بود با این دو مرد، میگه با هر یک کدامش یک نوری جدا شد. حتی اتا اهله، تا اینکه میگه به خانه اشان رسیدن، تا خانه اشان این نورها میگه روشنی میدادند. رواه البخاری من طرق، این حدیث را امام بخاری از طریقای گوناگون روایت کرده است. و فی بعضها، در بعضی از روایتاش امام بخاری میگوید که ان الرجلین، همین دو مرد میگوید یکمش اسید ابن حضیر بود، میگه یکمش اسید ابن حضیر بود میگه، و دویمش میگه عباد ابن بشر رضی الله عنه بود. میگه الله هر دوشون را از هر دوشون راضی بود، رضی الله عنهما. این دو بزرگوار یکمش اسید ابن حضیر بود و دویمش عباد ابن بشر رضی الله عنهما بودند. این دو کس، یعنی که اینها هم همچنین کراماتشان که ببین پیش پیششان نور روشنی می انداخت برای پیش پایشان را دیدن. پس این بود حدیث 1507 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1508 کتاب ریاض الصالحین. پس این حدیث 1508 کتاب ریاض الصالحین را درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه را در همینجا به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.